صبح عزیزان بخیر که تازه با ما پیوستین. ان شاء الله حالتون خوب باشه. در بخش هموطن قرار داریم و خوشبختانه امروز مهمان عزیز را دعوت کردیم. آقای سمندری کارشناس زبان اشکاشمی هستند و قرار است صحبت بکنیم در مورد ایجاد الفبا برای زبان اشکاشمی. سمندری صاحب سلام، صبحتون بخیر. سلام بر شما، امید که جور و صحت و سلامت باشین. قربانتان سلامت باشین، حضورتان بخیر باشه. ما چند ماه قبل با سمندری صاحب در برنامه بامداد خوش صحبت داشتیم در مورد زبان اشکاشمی که او وقت الفبا ایجاد نشده بود. خوشبختانه 90% کار بالا صورت گرفته ایجاد شده و ان شاء الله امروز صحبت‌های بیشتر می داشته باشیم. سمندری صاحب خوب است در نخست در مورد زبان اشکاشمی خیلی کوتاه بگوین. هموطنان ما که تازه میبینن برنامه رو اونم بیشتر بفهمن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که انسان را آفرید از خون پاره و آموخت به وسیله قلم آنچه را که انسان نمیدانست. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. زبان اشکاشمی را قبلا هم گفته بودم که از جمله زبان‌های این دو اروپایی می باشد که متعلق به شاخه جنوب شرقی ایران می باشد که به این زبان در حوزه به نام پامیر مردم تکلم میکنند و همچنان این زبانی است که در اشکاشمی تاجیکستانی افغانستان و در اشکاشمی تاجیکستان و در اشکاشمی افغانستان مردم به این زبان تکلم میکنند. و اشکاشم زیبام در ولایت بدخشان زیبای ما است. بله. خب درباره ایجاد الفبا بگین، چه وقت تصمیم گرفتین و چقدر کارش پیش رفته بود و حالا تکمیل شده؟ الفبا تقریبا 1.5 سال میشه که بالای از این شخصا خود ما کار میکردم و الحمدلله امروز شاهد ساخت الفبای استاندارد برای زبان اشکاشمی هستیم که چندین مراتب کمیسیون دایر شد و همو کمبودی ها و کاستی هایی که داشت او رفع شدن و بعضی واژه هایی بودن که او برطرف شدن. در نخست که ما کار کرده بودیم زبان اشکاشمی بالای الفباش تعداد حروفش به 44 حرف می رسید، اما فعلا 40 حرف است که 40 حرف است. بعضیاش که مشکل داشتن او حذف شدن و این الفبا با کمک نهاد علمی اکادمی علوم که یگانه نهاد علمی در سطح افغانستان می باشه با کمک از او ما توانستیم که را در مدت 1.5 سال بسازیم. خب زبان شناسا هم تایید کردن؟ بله، در اونجا کسایی هستند که زبان شناس هستند و هر کدامشان رتبه علمی پوند و دکترا هستند. خب در کدام مناطق افغانستان جدا از اشکاشم بیشتر صحبت میشه با این زبان؟ در تاجیکستان در دو روستاش، در روستای رن و سیمجین مردمش به زبان اشکاشمی تکلم میکنند و یک چیزی دیگه قابل یادآوری است که وا از خودشان الفبای استاندارد دارن، البته به زبان روسی یعنی کریلی که ما فعلا که این الفبا را ساختیم یعنی و را میتونن که از این مستفید شوند، میتونن که اما تو استاندارد کار بکنن، یک مقاله به چاپ برسانن و یا یک کتابی. خوب است. سمندری صاحب، من دوست دارم درباره حروفشان به ما بگوین. بله. که ما بتونم یاد بگیریم بخیر صحبت بکنیم اشکاشمی. بخیر و سلامت باشین. صدیقی صاحب گرامی، برای هر زبانی که الفبا ساخته میشد در 3 حالت، یعنی او زبان اگر در 3 حالت آوا نداشته باشد یا صدا نباشد او یک زبان تکمیل و مکمل نیست. بدون شک. در نخست، در ابتدا و در انتها که یعنی ما در اینجا 2 رقم الف داریم، یکی الفی است که طویل است و یکی از کوتاه است. مثلا اینجا آلخ است، با اینجا ای در ابتدا است، البته با اینجا چام است که در وسط است و دیگه ایخا است که در انتها است. در 3 حالت ما برای تمامی از این حروف ها دیگه آوا پیدا کردیم و ساختیم. الف است یعنی بله، این الف است، این الف مددار است و این الف ساده است. بله که کاری از این تمام شد دیگه مشکلاتش رفع شد و این از این چند نقل چاپ میشه در اکادمی علوم. بسیار خوب. یک نقلش به وزارت تحصیلات عالی، به وزارت اطلاعات و فرهنگ، به وزارت معارف و به ریاست معارف بدخشان و به معارف ولسوالی اشکاشم ارسال میشه. بسیار خوب. سمندری صاحب، جدا از اکادمی علوم کدام نهاد دیگر هم در افغانستان وجود داره که الفبا بسازه؟ نه خیر، در افغانستان دیگر رو تو نیازی وجود ندارد که و اجازه ای کارم نداره که برای زبانها الفبا بسازه. اکادمی علوم یگانه نهاد معتبر در سطح افغانستان می باشد که برای تمام زبانها که بیشتر از 30 زبان در افغانستان وجود دارد در این حوزه کار میکند و حق ایره دارد که برای از این زبانها الفبا بسازد. بسیار خوب. با کدام زبانها بیشتر نزدیکی داره زبان اشکاشمی؟
زبان اشکاشمی بیشتر با خانواده خود که همون زبانهایی که در بدخشان هستند، مثلا زبان شغنانی است، زبان واخانی است، زبان سنگلیجی است، زبان منجانی است، با این زبانها بیشتر ارتباط داره که یا در کل از یک خانواده هستند و